مملکت خدا رو شکر شغل آزادش معرکه است. درآمد ماهیانتون رو میتونید لطف کنی؟ 1 تومن. سلام، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما بخیر باشه. اسم و سنتون رو محبت میکنی؟ من مهرشاد سبتی هستم، 28 سالمه. شغل و تحصیلاتتون؟ دکتر داروسازم و بزنم حالا کارهای دیگه هم میکنم. من داروسازی تهران خوندم. داروسازی دانشگاه تهران. بله. راضی هستین از زندگیتون؟ الحمدلله خوبه، در کل آره اوضاع خوبیه، چند نظر حالا اقتصادی، چند نظر روحی. به نظرم بیشتر به دید خود آدم بستگی داره رضایت. این که تو مثلا حالا چه شرایط مالی داری، ماشینت چیه، زندگی چیه، خونت کجاست، اینا حالا تو اولویت بعدی، بیشتر دیدگاه حال دل خود آدم مهمه. از صفر شروع کردین خودتون یا پشتوانه داشتی؟ پشتوانه مالی نداشتم، پشتوانه روحی و عاطفی خب به هر حال خانواده بودن و خب دایره دوستان رفقا، ولی پشتوانه مالی اگه بخوایم در نظر بگیریم کاملا صفر بودم. اون اوایلی که خب شروع به کار کردم خیلی اصلا دوران خیلی سختی بود، یعنی از نظر خب زندگی و خب از نظر شرایط مالی خب خیلی مثلا پایین بودم، ولی خب اولویتم همیشه این بود که بتونم خودم رو رشد بدم. برگردیم به عقب، همین مسیر رو انتخاب می‌کنی؟ آره، من خب همیشه درسم خوب بود، یعنی من مسیری که انتخاب کرده بودم مسیر خب کنکور بود. کلاً توی فاز درس و تیزهوشان و امتحان آزمون ورودی تیزهوشان و این داستانا بودم. خب تیزهوشان درس خوندم، بعدش اومدم داروسازی قبول شدم توی کنکور، در کنارش دو رشته همزمان کردم، حقوق خوندم، بعد از اون رفتم باز مدیریت کسب و کار خوندم. مسیرم کلا مسیر تحصیلاتی بود. خوشحالم، مسیر بعدی نرفتم، ولی خب در کنارش یعنی مسیر تحصیلاتی اینجوری نبود که تحصیلات صرف باشه. یعنی من فکر می‌کنم که فرقم با بقیه افراد این بود که نگاه نکردم که خب اوکی فقط بشین مثلا کتابا رو بخون، درس بخون، دانشگاه برو، نه، نگاهم این بود که همیشه رشد کن، نگاهم این بود که پول در بیار، کار کن در کنار درس. درآمد ماهیانتون رو میتونید لطف کنی؟ الحمدلله درآمدم خوبه، حالا عدد که حالا شاید زیاد درست نباشه، ولی خب به هر حال چون خب درآمد هم از مؤسسه حقوقی دارم، از مؤسسه کنکور دارم، هم رستوران کیترینگ غذا بیرون بر دارم، مجموعاً برام مبلغ خب الحمدلله خوبی میمونه. الان مؤسسه‌های کنکوری دارین؟ من خودم خیلی شاکیم همیشه هم مؤسسات کنکوری، خیلی هم نقد دارم بهشون، چون مثلا این میان یه رویای 18 ساله میفروشن به جوانایی که میخوان درس بخونن. چون مثلا یکی 18 سال درس میخونه، بعد 18 سال تازه میفهمه که مثلا شاید توی یه چیز دیگه موفق. بیشتر کلاهبرداریای مثلا مؤسسات کنکوری و اینا چی؟ سوالتون خیلی خوبیه، چون توی این حوزه ما این اتفاق زیاد میفته متاسفانه. کلاهبرداری میشه گفت من اگه بخوام حالا خیلی تقسیم بندی شده و خیلی مرتب بخوام بگم 4 تا عمده، 3-4 مورد عمده. یکیش اینه که خب اصلا هیچی، مثلا پول از دانش آموز میگیرن، بعد میبینی خدمات نمیدن، مثلا برنامه نمیدن، روش‌های مطالعه نمیگن، یا کلا آزمون نمیگیرن و غیره، چون مثلا جواب دانش آموز رو درست درمون نمیدن. مورد دومش اینه که اصلا دکتر نیستن، یعنی طرف کسیه که خودش اصلا بیشتر مثلا بازاریابه تا اینکه مثلا بخواد پزشک باشه، دندون پزشک باشه، داروساز باشه، بخواد مثلا رتبه برتر باشه. خب ما الحمدلله هممون خب خدا رو شکر دکتریم، تیمی که داریم همه پزشکی، دندون، دارو، همه دانشگاهی تهران هستیم. مورد سوم به نظرم اینه که سوال فروشن. این حالت هم خیلی اتفاق میفته، مثلا میگن آره ما سال کنکور، سال امتحان نهایی رو شب کنکور، شب امتحان نهایی مثلا در اختیار دانش آموز قرار میدیم. چه دروغه و کلی مدارک هم از اول از دانش آموز میگیرن برای اینکه تحت فشار بذارن خانواده دانش آموز و خود دانش آموز رو که کلاهبرداری. مورد چهارمش هم اینه که میبینی علم مشاوره ندارن. اینم خیلی شایع، یعنی فقط برنامه نویس خالی ان. این 2 ساعت اینو بخون، 2 ساعت اونو بخون، 20 ساعت این تست بزن، 40 تا از اون تست بزن، که خب اینم تاثیر نداره. اینکه مثلا بیان بشن تندخوانی رو بگن، بیان بشینن شیوه یادداشت برداری، مرور، خلاصه نویسی، وارد جزئیات نمیان بشن. فقط مثلا آره بیشتر مثلا به قول تو رویا فروشی مثلا میکنن، یا مثلا یه انگیزه میدن، آره درس بخون دکتر میشی، آره من دانش آموز داشتم مثلا شروع کردم از رتبه 200,000 رسید مثلا پزشکی، یا مثلا تو انتخاب رشته همینطور، مثلا ما آره مثلا قبولی داریم میدیم مثلا با رتبه 80,000 مثلا بره پزشکی بخونه مثلا. خب اینا عمده شه، ولی خب نه، ما خدا رو شکر تیمی هستیم که این داستانا نداریم و خب نتایج کارمون و رزوممون در طی 10 سال کار داخل سایتمون، داخل کانالمون، داخل پیجمون مشهوده. پیشنهادتون به جوانایی که موندن که برن درس بخونن یا وارد بازار کار بشن چیه؟ کدومشو دنبال کنن؟ اینجوری بزنم بهت بگم، یه اعتباری به هر حال نیازه. یعنی چی؟ یا این اعتبار رو تو از طریق تحصیل و درس میگیری، یعنی درس و تحصیل بهتون اعتبار رو میده، یا اینکه چی تو این اعتبار رو از جانب خانواده داری. حالا یکی هست میبینی آره مثلا پدرش خب خیلی پولداره، آقا مثلا صرافی داره، طلا فروش، کارخونه آنچنانی داره. من خب خیلی رو میشناسم، دختره پسره میای میبینی مثلا پدر مادری دارن که خب خیلی خفن میلیاردرن. خب اون آره مثلا شاید نیازی نباشه که بخواد اونقدر به اون صورت رو درس و تحصیل بخواد کار بکنه، نیاز به اعتبار سازی از طریق تحصیل و مسیر تحصیل نداره، میاد از اون پشتوانه‌های خانوادگی خودش استفاده میکنه. ولی خب اونی که مثلا قشر متوسط جامعه است، به نظر من برای قشر متوسط به پایین
درس و تحصیل بهترین گزینه، ولی به شرطی که تو درس و تحصیلی باشه که کاربردی باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینکه خب من برم مثلا یه رشته‌ای بخونم که تهش مثلا کل هدف این باشه گاری مثلا یه دکترا بگیرم، یه پی اچ دی بگیرم، مثلا من استاد دانشگاهشم ماهی مثلا 30 تومن 40 تومن 50 تومن فوقش مثلا درآمد داشته، خب این فایده نداره. ولی مسئله سر اینه که شما بیاید توی مسیری که واقعا کاربردی باشه و تو اون راستا هم کار کنی، یعنی در کنارش هم به نظر من بتونی جفتش رو ادامه بدی، هم در کنار دانشجویی در دوران دانشجویی و تحصیلت کار هم بتونی بکنی. این به نظرم شاید بتونم بگم موفقیت آمیزترین شیوه ممکن. نقطه عطف زندگیتون اون سختی که باعث شد به اینجا برسین اون درس خوندنا بود، دانشگاه تهران، رتبه و این چیزا؟ آره صادق بخوام باشم میتونم شعار بدم بگم که نه مثلا من خودم خیلی اهل کار بودم، خیلی خفن بودم، فلان بودم، ولی به من اعتبار داد دیگه. دکتر بودنم حقیقتا چه توی حالا کار مؤسسه حقوقیم، چه توی کارهای دیگه هم که اصلا جلو می‌بردم، توی از هر نظر که وارد می‌شدم، خب به هر حال دکتر بودن یه اعتباری به من میداد و ضمن اینکه یک بود شخصیتی ویژه‌ای رو برام ساخته بود. هم وجه اجتماعی هم ارتباط. آره هم وجه اجتماعی هم ارتباط، هم بود شخصیتی، هم شخصیت هم خیلی مهمه. مثلا شما وقتی که مثلا با یه دکتر صحبت می‌کنی اصلا معلومه، مثلا می‌دونی مثلا وقتی که مثلا با یه بازاری صحبت می‌کنی مشخصه تو جامعه. یعنی میخوام بگم این خیلی مهمه که مثلا تو بتونی یه مسیر رو انتخاب بکنی که توی جامعه تو رو قبولت داشته باشن و حال کنن باهات. این باعث میشه که اصلا توی کارت هم آدم موفق تری باشی. آره به نظرم نقطه عطف رو میتونیم اون در نظر بگیریم، ولی خب این روحیه کاری من و پشت کار من، این که مثلا من از سال دوم دبیرستان دنبال این بودم که اصلا هدفم این بود، خیلی جالب بود. سال دوم دبیرستان هدف من این بود که آقا من باید رتبه خوب بیارم، باید من تهران قبول شم. چرا؟ دکتر باشم، یعنی توی یک ستارش پزشکی اندون دارو. چرا؟ برای اینکه وارد کار کنکور شم. یعنی اصلا اینجوری نبود که من با خودم مثلا بگم خب حالا برم مثلا داروسازی بخونم فلان اینا، نه، من این کار کنکور از قبل تو ذهن خودم بسته بودم که آقا من باید وارد. چرا؟ علاقه داشتم، چون اصلا حال می‌کردم، با دانش آموز صحبت می‌کردم، حس جوونی بهم میداد. وقتی که مثلا یکی رو می‌دیدم که مثلا تازه می‌خواد وارد این مسیر بشه و من دارم راهنماییش می‌کنم و بعد با راهنمایی من به نتیجه میرسه، این خیلی بهم حس خوبی میداد و خب این حس اصلا خودش باعث شد که من تا الان این کارو ادامه بدم. یا شاید هر کی دیگه جای من بود مثلا بی خیال این کار می‌شد یا مثلا میذاش کنار، مثلا میچسبید به رشته خودش و مسیر تحصیلاتی خودش، ولی من از این کار واقعا حس خوب می‌گیرم. درآمد داروسازا رو می‌تونین کف و سقف؟ درآمد داروسازا خوبه، یعنی بین مسیرهای تحصیلاتی بین مثلا حداقل این ستارش پزشکی اندارو بالاترین درآمد داروسازا دارن. الان شیفت مثلا ساعتی که بچه‌ها میرن شیفت داروخونه، من حالا اصلا تا حالا خودم مثلا شیفت نرفتم، نامه شیفتم مثلا از دانشگاه نگرفتم، تا حالا مثلا نشد اصلا شیفت برام، مثلا برام خیلی نمیصرفید. ولی بچه‌ها که میرن ساعتی 400 تومن تا 450 تومن ساعتی شیفته که مثلا روزی خب شما 10 ساعت 12 ساعت مثلا بری، روزی برات نزدیک مثلا 5 تومن میمونه که در ماه مثلا 30 روز، چون داروخونه خب شبانه روزی میتونی ساعتای بیشتر برداری. بعد شغل داروساز هم بیشتر حالت نظارتی داره دیگه، بیشتر جنبه چقدر میشه ماهی بین 100 تا 150 داروساز مسئول فنی. اگر خودش داروخونه بزنه بستگی داره خب کجا باشه و خب هزینه اجاره ملک و خرید ملک و این داستانا باید حساب بکنی دیگه، ولی خب بالاتر میره. مثلا شما داروخونه داشته باشی مثلا دیگه کف درآمدش مثلا برات ماهی 200 رو میمونه. کلام آخر به جوانی که داره ویدیو شما رو میبینه، دنبال موفقیت و پیشرفت پشت کنکور، دوست داره اتفاق خوب براش بیفته، چی؟ یه آدمی نباش که همیشه مثلا بگه که آیا میشه، یعنی از خودت به جای اینکه بپرسی که ذهنیتت همیشه به جای اینکه این باشه که آیا میشه، ذهنیتت این باشه که باید بشه. یعنی من ایدئولوژی که خودم دارم و خودم تا حالا بهش رسیدم تو دایره آدمای من چون اصلا دایره دوستام همیشه از آدمای موفق انتخاب میکنم و واقعا توصیه اکیدم اینه که دور و بریات رو حتما مثلا آدمای سطح بالای جامعه قرار بده، چون اینا اصلا ذهن تو رو باز میکنن. ولی من چیزی که خودم بهش رسیدم، حالا طبق تجربه دیگران و دوستیایی که داشتیم، به این نتیجه رسیدم که اونهایی که موفقن آدمایی هستن که ایده پردازن و پشت کار بالایی دارن و از شکست‌ها ناامید نمیشن. همیشه میگن ببین کن شرایط مملکت بده، اقتصاد بده، خب بله من اگه دوباره مثلا برمیگشتم به عقب شاید خب این مسیر رو با این موفقیت طی نمی‌کردم، شاید اصلا یه راه دیگه ای رو کاملا میرفتم. لزوما ممکن بود که مثلا تو کار کنکور اصلا نیام، یعنی اصلا وارد مسیر مؤسسه کنکور اینا نشم یا یه چیز دیگه ای رو کاملا انتخاب بکنم. تو نمیتونی مثلا بیای بگی که خودم مقایسه بیام بکنم، آره مثلا با اونی که 20 سال پیش من مثلا خودم بیام مقایسه کنم با اونی که مثلا با دلار 600 تا تک تومانی 1000 تومانی اومده شروع کرده. پدر من وقتی که همین تهران اومد دانشجو شد،
دانشجوی مهندسی عمران و معماری همزمان دانشگاه شهید بهشتی شد. اون موقع مثلا دلار مثلا چقدر بود؟ 500 تک تومانی. خب آره تونست مثلا خب میتونست رشد بکنه. الان خب رشد خیلی سخت‌تر شده. نتیجه این که میخوام بگم که خودت مقایسه نکن، ذهنیتت همیشه مثبت باشه، ایده پرداز باش، تلاشگر باش و از شکست ناامید نشو. مطمئن باش تهش به نتیجه میرسی. شاید زمان ببره. اسم و سنتون رو محبت می‌کنی؟ من سالار کارساز هستم، 35 سال. شغل و تحصیلاتتون؟ من دکتر دامپزشک هستم. راضی هستین از زندگیتون؟ خدا رو شکر. پشتوانه داشتین یا خودتون از صفر شروع کردین؟ دعای خیر پدر مادرم بوده پشت سرمون، ولی خب خودمون سعی و تلاش کردیم. بدون پشتوانه از صفر شروع کردین؟ از زیر صفر. پیشنهادتون به جوانایی که میخوان الان از صفر شروع بکنن چیه؟ به خدا اعتقاد داشته باشن. خدا ما رو به دنیا آورده، آفریده و عشق میکنه صداش کنیم، حال میکنه باهاش رفت آمد کنیم، شکرش کنیم. یعنی هرچی بیشتر صداش کنی بیشتر بهت میده. هرچی بگی خدا یا شکر دمت گرم باهاش رفیق باشی، خدا از اون برام بیشتر بهت میده. درآمد ماهیانتون رو میتونید لطف کنید؟ بالای 100 میلیون. با 100 میلیون و اینا که نمیشه، یه عددی بگین که چی بگم حواشیه. خب زیر 10 میلیارد بالای 100 میلیون. مرسی. کسایی که الان موندن برن درس بخونن یا وارد بازار کار بشن، به نظرتون درس بخونن بهتر یا برن تو بازار، با توجه به اینکه خودتون هم درس خوندید؟ ببینید بستگی داره. اگر بخوان پول در بیارن خب تو بازار باشن بهتر پول در میارن. با درس خوندن آدم به جایی نمیرسه. حالا هستن کسایی که با درس خوندن هم موفق شدن، ولی خب استثنا هستن. الان کلی پزشک و دامپزشک داریم که بیکارن یا درآمد اون چنانی ندارن و اگر از همین مدتی که درس خوندن اگر میرفتن تو بازار فعالیت میکردن، پایین‌ترین شغل‌های بازار هم داشتن، الان خیلی موفق‌تر بودن. اگر درسم بخونن خب کلاس کاری بالاتری داره و اینکه سعی کنن و به خدا توکل کنن موفق‌تر هم هستن. شما خودتون درس خوندین دیگه؟ بله من دکترم. الان دامپزشکا وضعیتشون چجوریه؟ درآمدشون خوبه، بده، اشباع شده، آینده شغلی داره این کار یا نه؟ همه جوره هست توی دامپزشکا، مثل بقیه رشته‌ها خوب داره، بد داره، درآمد پایین داره، درآمد بالاتر داره. نمیشه گفت. امکان داره شما هیچی بلد نباشی بیای طرف خدا بخواد به یه جایگاه بالایی برسی، ولی امکان داره هزاران تجربه کاری داشته باشی و سواد خیلی بالایی داشته باشی و کسی نشناسدتون و موفق نباشید. نقطه عطف زندگیتون چی بوده؟ اون سختی که باعث شده حالا به اینجا برسین با توجه به اینکه از صفر شروع کردین؟ من هم توکل به خدا داشتم و اینکه بالاتر از خودم همیشه هم رقابت میکردم، هم دوست بودم، هم پولدارتر، هم از لحاظ ادب بالاتر، از لحاظ مالی بالاتر، از همه لحاظ با بالاتر از خودم دوست داشتم همیشه رفت آمد کنم. مهمترین ویژگی بود تو مسیر پیشرفت؟ بله، چون میتونستم به اونا برسم، دوست داشتم همیشه به اونا برسم و از یه لحاظم بده ها، چون رقیبات همه سنای بالاتری دارن و اینکه هرچی میری به اونا نمیرسی. اگه الان همه چی ازتون بگیرن دوباره بخواین از صفر شروع بکنین، میتونین به اینجا برسین؟ و اینکه اگه میتونین چند سال طول میکشه، زمان میبره؟ من اگر برگردم از صفر، یعنی همین الان از صفر شروع کنم، موفق‌تر از الان میشم، چون خیلی کارهای دیگه میدونم که درآمدش خیلی بالاتر از الان هست، از این کاری که دارم هست، ولی خب چون مشغله کاریم زیاده، وقت ندارم، خب نمیرسم برم دنبال اون کارا و کسی رو ندارم که بالا سر اون کار بذارم که مطمئن و امینم باشه، بنابراین مجبورم همین راهو ادامه بدم. و اگه میگم اگه صفر برگردم قطعا بالاتر از الان میشم. چه کارهایی هست که الان به نظرتون رو بورس نمیرسین خودتون انجام؟ دیگه نگم دیگه، یا بگم اگه جوونا میخوان استفاده کنن توی فرشته جگرکی بزنن، بستنی فروشی بزنن، سیب زمینی فروشی بزنن، چیزیه که الان هیچی نیست تو فرشته، یکیشه. خیلی کارا هستش که میشه انجام داد، حتی دامپزشکا خیلی کارا میتونن انجام بدن که هنوز نیست، تو ایران نیست و درآمدش خیلی بالاست، ولی خب میگم کار زیاده تو ایران، ولی وقت میخواد. الان درس خوندن خودتون اصلا پیشنهاد نمیدین؟ یعنی برگردیم به عقب، درس رو ادامه نمیدین؟ اصلا در سمت درس نمیرین؟ نمیشه گفت. میگم کن بعضی موقع آدم عصبانی میشه، میگه ای بابا این همه درس خوندیم به هیچ جا نرسیدیم. نمیدونم، چون میدونید درس خوندن آیندته. فردا بخوای بچه دار شی، میگه بابام دکتره، نمیدونم از اون ور شأن اجتماعیش هست، بخوای ازدواج کنی، هر کاری داشته باشی اسم دکتر، خب خیلی کلاس بالاتری داره، ولی خب پولم خیلی مهمه. نمیشه تصمیم گرفت. من درس رو میخونم ولی در کنارش کارهای بهتری هم در کنار اون درس خوندن انجام میدم. از اول که میخواستم درس بخونم مثلا طلا فروشی میزدم، در کنار اون طلا فروشی درس رو میخوندم، الان یه طلا فروشی خیلی قدری بودم. شما خودتون از کجا شروع کردین؟ یعنی از صفر شروع کردین؟ یعنی مثلا درس خوندین مطب زدین اومدین پله پله بالا یا؟ بله، ما خودم بچه پونکم، یعنی پونک بزرگ شدیم، ولی اینکه ما با دوچرخه میرفتیم میومدیم یه زمانی مسیر رو تا الهیه و حتی پول نداشتیم اتوبوس سوار شیم. نمیگم پدر مادرم نداشتن، من دوست داشتم رو پای خودم باشم. راهنمایی توی پارک آدامس میفروختم. پدرم مخالف بود، میگفت بابا بیا من بهت پول میدم. گفتم نه، من دوستم خودم پول در بیارم. پزشکی شغل خوبیه؟ حواشیش زیاده.
هر کاری کنی بالاخره هر پشتت هست، چون ما خدا نیستیم معجزه کنیم، نمیتونیم یه سری از بیماری‌ها رو تشخیص بدیم. مثلا یه دونه ببخشید اسهال ساده 50 تا دلیل مختلف داره، همون دقیقه ما نمیتونیم بگیم اینه و درمانش کنیم. شاید 90% عین هم باشه ولی 10% احتمال چیزای دیگه هم هست و شاید دیرتر بتونیم به نتیجه برسیم. ولی خب صاحب حیوان دوست داره که همون دقیقه که میاد تشخیص بدیم، درمان کنیم، با یه آمپول خوبش کنیم و اگر نکنیم 1000 تا داستان پشت سرمونه. آینده شغلی شما چطوره؟ یعنی این پت‌های خانگی همینجوری رو به رشده یا نه معلوم نیست، کمتر شاید بشه؟ نه بیشتر میشه. من از زمانی که وارد این کار شدم هر روز داره تعداد این سگ و گربه ها بیشتر میشه. دارن به سمت سگ و گربه کشش پیدا میکنن و میان سمت سگ و گربه و نگهداریش علاقه پیدا میکنن به نگهداری اینا و وابستگی دارن. اسم و سنتون رو محبت میکنم. من امیرحسین هستم، 22 سالم. شغل و تحصیلاتتون؟ ما تو کار چراغ برقیم، خیابون ملت. تحصیلاتم که الان دارم دانشگاه فعلا میرم. چراغ برق قطعات خودرو. راضی هستین از زندگیتون؟ خدا رو شکر راضی. میرسه. از صفر شروع کردین خودتون؟ از صفر خب خیلی جا پدرم کمکم کرده. بخشی از پول ماشینا خب قطعا پدرم داره، تو این سن قطعا نمیشه تو این مملکت پول زیادی در بیاری. ولی خب اگه از اول تو بازار میرفتم کار میکردم خب خیلی شاید بیشتر از اینشو میتونستم خودم در بیارم پولشو بدم. اگه درسو ول میکردین از اول میرفتین تو بازار کنار بابا الان خیلی جلوتر بود. آره خیلی جلوتر بودم قطعا 100%. چون تو مدرسه چیز خاصی یادت نمیدن، هیچی هم اصلا تأثیری نداره. برای دانشگاه هم همینه. پدر شما از صفر شروع کرده خوده؟ از صفر شروع کرده. تحصیلاتو خونده یا کلا بچگی دیگه رفته بود؟ دیپلم داره بابا اینا. یعنی از 19 سالگی کلا رفته بازار کار. یه 30 سال 35 سال تو بازار داره کار میکنه. خدا رو شکر. درآمد ماهیانه‌شو میتونید لطف کنی؟ حدودی بالا پایین کسی که تو این کاره؟ کسی که تو بازار دیگه نمیشه گفتش که چقدر درآمد داره. درآمد مثلا ثابتی نداره ولی خب هستش دیگه. 1 تومن، 2 تومن، 5 تومن. خب بسته بازار داره که چه جوری باشه. ماشین تو کولری کار میکنیم، خب تابستون فروشمون بیشتر. نمیشه میانگین کف و سقفی گفت مثلا عددش؟ خب یه کار ثابت نره، کار ملک هم هست ولی تقریبا شاید یه برشیدی مثلا 500 600 تومن، یه برشیدی 7 800 تومن اصلا معلوم نمیکنه. آره دیگه، چون با دلاره خب وارداتیه بالا پایین داره. پیشنهادتون به جوونی که از صفر میخواد شروع بکنه و حالا شاید مثل شما پشتوانم نداشته باشه چیه؟ چیکار کنه؟ همون درس رو ول کنه بره تو بازار یا بره دانشگاه تحصیلات کنه؟ والا خب من که در حدی نیستم بخوام توصیه بکنم ولی خب قطعاً بازار کار خیلی بهتره. نه شغل دولتی، بازار کار، بازار بری کار بکنی خیلی بهتره، خیلی به نفعته. درس رو ول کنن به نظر من خیلی میتونن موفق تر باشن. حداقل تو ایران اینجوریه، چون با درس به هیچ جا نمیرسی. اگه اینکه بری کنکور بدی، کنکور خوب قبول بشه، اونم با سهمیه، یعنی به غیر از این نمیشه. الان به نظرتون اگه همه چی از پدر شما بگیرن بهش بگن از صفر دوباره باید شروع کنه، میتونه به این نقطه برسه دوباره یا نه؟ اگه این تجربه رو داشته باشه 100% میتونه. ولی تو این مملکت اگه تجربه این نداشته باشه قطعاً به این جایی که هستش نمیتونه برسه. کلمه آخرتون چیه اگه به جوونایی که دنبال پیشرفتن و میخوان از صفر شروع بکنن؟ دنبال کاری که دوست دارن برن، کاری که علاقه دارن شروع کنن، تو اون خیلی بیشتر میتونن موفق باشن. شغل و تحصیلاتتون؟ پزشک عمومی هستم. راضی هستین از زندگیتون؟ آره خدا رو شکر. بهتر میتونه باشه ولی خوبه. پیاده شم. درآمد ماهیانتون میتونید بهمون بگین؟ ببین از کلینیک، چون من در کنار کلینیک توی اینستاگرام فعالیت دارم توی حوزه ورزشی، هر کدومش یه درآمدی داره. رو هم دیگه واسه بچه‌ای که میخوان بیاد توی اینستا، از اینستا میشه صفر درآمد داشته باشی، میتونید خیلی زیاد هم درآمد داشته باشی. کلینیک هم که نرم جامعه. حدودی نمیشه جفتشو یه عدد بگین سوای خودتون کسی که این کارو میکنه؟ بخوام اینستا رو بگم، ببین میتونه از صفر، واقعا از صفر باشه تا بالای مای 800 میشه، مثبت 800 درآمد خودتون بیشتر از، حتی بیشتر از 800. خوبه، میگم بالا پایین داره ولی خوبه. خودتون از صفر شروع کردین یا پشتوانه داشت؟ نه من از صفر شروع نکردم، اصلا از صفر شروع نکردم. خانواده‌ام بودن، پدر مادرم بودن و اینکه همه که الان من پزشک شدم، اگه مامانم نبودم اصلا نمی‌مدم توی کادر درمان. پس آره خانواده هستم، پول دادی هم آره هست. یعنی چی؟ مثلا من خودم بچه داشته باشم بهش پول ندم، یعنی چی؟ اصلا اینو درک نمی‌کنم. میشه یکی پول داشته باشه بچه‌ش نده؟ خب باید ساپورت کنه بچه‌شو. منم درسمو خودم خوندم، کنکورمو خودم قبول شدم بدون سهمیه. من بابام مثلا تایمی که جنگ، من مثلا سهمیه نمیدونم شامل چی میشه، ولی اگه شامل جنگ و اینا میشه بره یا رو جبهه، من بابام آمریکا بود اون موقع. توی شهر کلرادو اسپرینگ مدیریت پی‌اچ‌دی مدیریت داره، اونجا بود. و اینکه اصلا تک پسر بود، پدرش هم فوت شده بود وقتی 10 سالش بود، معاف بود، اصلا هیچ جا نرفته، هیچ تفنگی دستش نگرفته که بگی من سهمیه. پزشکی خودم قبول شدم، بهشتی خودم رفتم، درسامو خودم پاس کردم، مریضا رو خودم دیدم، خودم تشخیص گذاشتم، خودم درمان کردم، خودم ترخیص کردم. ولی آره فوق التحصیل که شدم
خانواده‌ام واسم کلینیک زدن، باید بزنن. من واسه بچه‌م نمیزنم، تو واسه بچه‌ت نمیزنی. اینی که میگن نه نه باید این کارو بکنی، خانواده باید از بچه‌ت حمایت بکنی دیگه. خانواده‌ام حمایت کردن، کلینیک زدم، خودم از اون ور اینستا رو دوست داشتم، بدنسازی رو دوست داشتم، استارت کارم خودم زدم. در حال حاضر اینی که تنمه رو مامانم واسم نگرفته یا بابام، خودم گرفتم، ولی پشتش آره هست، خانواده هست. مگه میشه نباشه اصلا؟ حمایت نبود بازم میشد که این اتفاقا بیفته؟ نمیدونم. میدونی استفاده توی اون جایی شاید خیلی سخت‌تر باشه اگه حمایت نباشه، واقعا خب سخت‌تره، ولی از شدن که کار نشد نداره که. شما میخوای بری چالوس، من اینو همیشه میگم، میرسی مرزن آباد ترافیکه بمونی تو ماشین، بالاخره میرسی چالوس دیگه. اونی که دور میزنه نمیرسه. ببین نداریم که نیست اصلا. شما یه چیزی رو میخوای یا نمیخوای، انقدر میری تا بهش برسی. آقا من میخوام ماهی مثلا 100 میلیون درآمد داشته باشم، من میخوام 6 تا پک داشته باشم، انقدر رژیم میگیرم، انقدر کار میکنم تا یه روز بهش میرسم دیگه. پس اگه حمایت باشه عالیه. حالا توی بدن حمایت نداریم از نظر مثلا مالی و اینا، حمایت هم نباشه بالاخره یه روزی بهش میرسی. نمیشونی، بهونه نداریم. بهونه نداریم که بگی آقا من کسی حمایتم نمیکنه پس به جایی نمیرسم، فلانی سهمیه داشت قبول شد، این یکی پول باباش نمیدونم فلان کارو کرده، این یکی اینجوری. نه، بقیه رو ول کن، خودت تلاش کن. به خودم اگه نشد کار نشد نداره، کار نشد نداره. آره اگه الان همه چی ازتون بگیرن از صفر بخواید دوباره شروع کنید، میتونید بدون پشتوانه دوباره به اینجا برسید؟ خیلی ساده. تجربه اینجوری ساده نیست آخه شما. نه ساده است. ببین تو وقتی مسیر رو بلد باشی، خب الان به من مثلا بگیم پزشکی هیچ، خب پزشکی خب نمیتونن که از من بگیرن دیگه، اون نالج رو اون دانش رو دارم دیگه. ولی مثلا اینستا پیج منو از من بگیرن، به من یه پیج جدید بده، من یه ماهه واسط صدکاش میکنم به سادگی. بابا باید بیا جلو دوربین، باید حرف بزنی، نمیتونی همینجوری. ببین راهشو بلد باشی میشه. الان اونی که مثلا رو دلار 10000 تومان شروع به کار کرده با اونی که رو دلار 120 تومان داره مثلا شروع میکنه فرق نمیکنه. اینی که تو داری از من میپرسی اصلا یه سرسوال، یه مشکلی داره به نظرم. اگه داری اینستاگرامو میگی که به دلار ربطی نداره، من میخوام بشینم تولید محتوا بکنم، باشگاه برم، دلار 1 میلیون باشه، دلار 1000 هم باشه، فرقی نمیکنه. اما اگه میخوای بگی یه بیزنسی رو میخوای رام بکنی و راه بندازی، آره یه بیزنسی رو میخوای راه بندازی، خب من حس میکنم آقا ارزش ریال که میاد پایین، خب ببین همه چی با هم دیگه است. آره وضعیت اقتصادی افتضاح شده، همه این چیزا رو من دارم تو این جامعه زندگی میکنم دیگه، ولی به نظر من بهونه است. چون که ببین موقعی که دلار 1000 تومان بود، پرایدم به نسبت دلار بود دیگه. الان که دلار و پرایدم گرون شده دیگه. مثلا من شاید 10 سالم بود، مامانم می‌خواست پاساژ رو بخره 100 میلیون. الان 100 میلیون هیچ قیمتی نداره واقعا. اما اون موقع 100 میلیون خیلی زیاد بود دیگه. بابا نسبت دیگه درآمد مامان منم موقع کمتر. اون موقع دندون می‌کشیدن 5000 تومان، الان خدا تومان. می‌دونی من نمی‌دونم. قبول دارین الان سخت‌تر شده کسی بخواد از صفر شروع بکنه یا فقط به ذهنیت است؟ یعنی دلار بشه 1 میلیون هم کسایی هستن که میتونن. من نمیپذیرم. چند سالته مهدی؟ من 22 سالته. آخرین دلاری که یادته چقدر بوده قیمتش؟ الان نه ارزون ترین دلار فکر کنم 3000 تومان. من دلار 800 تومان رو یادمه. خب به نظر من شاید الان خیلی من مثلا بیام بگن نه این من پشتش بودم پول ددی فلان، ولی به نظر من اونقدر الان دلار بشه 1 میلیون، خب این ماشینم گرون میشه، من درآمد منم زیادتر میشه، از نه اینکه زیادتر بشه، میره بالا دیگه، ریالی همه چی با هم میره بالا. من به نظرم یکم بچه‌ها الان بهونه دارن، کلا زندگی گرونتر شده. من حس میکنم دلار بشه 10 میلیونم، من منبع درآمدم بیشتر میشه، دلار بیشتر میشه، این ماشین گرونتر میشه، همه چی گرونتر با همه. ولی خب شاید سخت‌تر باشه. من میگم نمیدونم واقعا این سوالتو چطور پاسخ بدم، ولی چون نمیخوام بگم نه سخت نیست و فلان، ولی خب یه درصدی داره دیگه. وضعیت افتضاح، گوش کیلویی. الان اگه یه جوونی، حالا این خیلی ارزشمنده که میاین میگین آقا پشتوانه یکی داشته چرا از پشتوانش استفاده نکنه؟ وقتی یکی میتونه بهت کمک کنه ازش کمک گیری چرا کمکش استفاده نکنه؟ الان اگه بخواید به یه جوونی که از صفر میخواد شروع بکنه تو اینستاگرام، یا حالا مثلا بیاد دکترا رو بخونه، یه پیشنهادی بدین چیکار کنه که بتونه پول در بیاره بدون پشتوانه؟ ببین جوونا الان انقدر ناامیدن اصلا استارت نمیذارن. من میگم هر چقدرم بد دنبال کمالگرا نباشن. در مورد اینستا دارم صحبت میکنم. هر چقدرم بد شما استارت رو بزن. اینو میتونم بگم. قبول دارین یه خورده جوونا هم حق دارن که ناامید باشن؟ یعنی واقعا الان کسی که ناامیدم، همه ناامید. این نیست بگی منم ناامیدم.
همه ناامیدن، این نیست واقعا همه ناامیدن، ولی میگم مهم استارت زدنه. شما یه کاری رو قرار نیست پرفکت شروع بکنی، شما اصلا شروع میکنی به هر کاری. من موقعی که فوق التحصیل شدم، من 401 فوق التحصیل شدم، نسبت به الان تعداد بیمار بسیار کمتری و اصلا تجربه اونقدر کمتری داشتم دیگه. الان تجربه‌ام بیشتره. اون موقع اگه دنبال کمالگرایی بودم یا موقعی که اینستا رو شروع کردم، اولین ویدیو اینستا منو ببین، به خدا نشستم تو خونه دارم حرف میزنم همینجوری. الان فیلم بردار میاد، ادیتور داریم، سناریو چیده میشه. شما باید استارتو بزنی تا به یه جایی برسی، نمیتونی بپری پله دهم. پله اولو بعد بری. به قول یکی از اساتید عزیزم میگه که آقا باید بیای تو بازی خاک بازی کنی، دستات هم خاکی بشه. نمیتونی بگی خب پیش بینی میکنن آخه من این کارو اگه بکنم بعد اون کارو بکنم انقدر نه نمیصرفه. خب حالا بابا برو شروع کن، اصلا فکر نکنن، فقط شروع استارتو بزن، تو راه تو پیدا میکنی. واقعا راه تو... من مگه 10 سال پیش میدونستم که من فقط ببین یه چیزی که میگم همیشه درسو داشته باشی. ببین مهمترین تحصیلات آکادمیک خیلی مهمه. خب اگه من الان توی اینستا دارم یه کاری میکنم، یه تحصیلات آکادمیکی پشتش دارم. یه فردی که به عنوان مثال دیپلم داره نمیتونه بیاد اونجوری که من کار میکنم کار بکنه. تحصیلات خیلی مهمه. تویی که داری ویدیو رو میبینی، اگه سنت پایینه، ورزش همه چی رو بذار کنار، درس بخون. تحصیلات به جوونی که مثلا بین 18 تا 25 سالشه پیشنهاد میدی فقط درس، فقط درس، هیچ کار دیگه ای نکن. فقط وظیفت درس خوندن، تو هم وظیفت هم آینده تو با درس، بعد راه تو پیدا میکنی. من 15 سال پیش 10 سال پیش نمیدونستم چیه، رو هم میدونستم من باید برم تحصیل بکنم، میدونستم آره من خانواده‌ام ازم انتظار دارن که برم توی رشته‌ای که مثلا به کادر درمان ارتباط داره، حالا هر چه دندون پزشکی، داروسازی، چه دامپزشکی، چه پزشکی، چه پرستاری، هر رشته. و تلاش کردم، انجام دادم. نمیدونستم آقا 10 سال آینده شاید برم توی کار این که بخوام مثلا برنامه تمرینی تغذیه‌ای بدم. میدونی من الان پزشکی رو بذاریم کنار، توی کارم یعنی یه فردی که مبتدیه یا اینترمدییت، افراد مسابقه اینن، خوشگل واسهشون میچینم. یعنی کارم اینه، بلدم این کارو دیگه. مگه من 10 سال پیش میدونستم اگه میخواستم پیش بینی کنم استارت نزنم 3 سال پیش مثلا این رو بگم نه من نمیتونم این کارو بکنم، شرایطم سخته، کی از من میاد برنامه بگیره؟ الان اینجا نبودم که. بعد استارت بزنی. به نظر مهمترین چیز نقشه رو آره پیدا میشه نقشه رو. بعد شروع نکنی مگه میشه آقا دارم تلاش میکنم، اگه بشینم تو خونه نه بابا نمیشه. خب هیچ وقتی کانادا، اما شاید تلاش بکنم یه روزی برم کانادا. دارم خودمو مثال میزنم دیگه. شما هم تا موقعی که تلاش نکنی استارت نزنی که به جایی نمیرسی، که بهونه نداری. واقعا بهونه نداریم آقا. پک میخوای تمرین کن، تغذیه‌ت رو رعایت کن، انقدر برجات یه روزی میرسی. من خودم ببین مهدی یادم خیلی لاغر بودم و آرزوم این بود که سینه هام یکم اصلا پک کنن، چون ببین سخت ترین چیز توی بدنسازی بین توی نرم جامعه پک داشتنه دیگه. اینجوری بودم که اصلا پک رو نمیخواستم، اصلا تو ذهنم نبود که سینه هام یکم سفت بشه، یه شیپی بگیره، یه عکس مثلا از اینجا من داشته باشم بذارم روی پروفایلم. میدونی الان ببین کجا از اون ذهنیت رسیدم. همینه دیگه. تو از اونی هم که بهت قول میدم هر کاری که میخوای بکنی از اونم بهتر شه. من همیشه به بچه‌ها میگم، کسایی که برنامه میگم ببین اون چیزی که تو ذهنت هست مسیر رو ادامه بدی 10 برابر از اون بهتر میشه. به خدا همینه. تو خودت شروع کردی دیگه تمام شد. آره این داستان. الان به جوونی که حالا کلام آخر داره ویدیو شما رو میبینه، دنبال پول در آوردنه، بدون پشتوانه میخواد پول در بیاره، یه چیز کوتاه اگه بخواید بگید. من میگم دنبال پول نباش، دنبال راه درستت باش، پول میاد. این نظر منه. پزشکی که دنبال پوله، من میتونم توی حوزه پزشکی و توی اینستاگرام ادوایس بدم دیگه، تو جفتش هست. پزشکی که دنبال پوله به پول نمیرسه. دنبال کار قشنگ باشه، دنبال این باشه بیمارش راضی باشه. اون فرش فروشه کی بود؟ عظیمزاده بود. میگفت جلوی مشتری تا اینجا خم شو. اینا رو یادته میگفت؟ واقعا همینه. تو باید اگه پزشکی هر کاری که داری میکنی اول توش خوب باشی، اول توش پرفکت باشی، بهترین خودت و سعی کنی با رقبات هم بتونی خوب باشی. اون موقع است که پول کنارش میاد. من تا موقعی که پزشک خوبی نباشم، تا موقعی که نتونم یه برنامه خوب بدم، فقط دنبال پول باشم که نمیشه. به نظر من کار اصلی اینه که تو بهترین خودت باشی، اون مسیر رو بری، هی خودت رو پرفکت کنی، پول نمه میاد و پول قشنگی هم بیاد. میدونی پول، من خودم به این اعتقاد دارم پول کثیف وارد زندگی نباید بشه. حالا اصلا این بحث اون ربط نداره، ولی کلا میگم دنبال پول نباشیم، دنبال این باشی که خودت رو درست کن، خودت رو با خودت مقایسه کن. نگو فلانی اینقدر پول داره، فلانی این جایگاه داره. ببین خودت دیروز چه جایگاهی داشتی و الان کجا. با خودت رو مقایسه کن، با دیگران مقایسه کن. میخوام بگم ساپورت حتما پولی نیست. من بابام موقعی که سوم دبیرستان بودم، پیش دانشگاهی که بودم، مهدی دیدم از اینی که میگم خودت
دیدم از همه کسایی که میخوان برن پزشکی من عقب‌ترم، پایم خیلی ضعیف بود. میرفتم مدرسه برمیگشتم میدیدم بابا اصلا نمیتونم درس بخونم، خستم. گفتم چی؟ گفتم مدرسه نرم، برم مدرسه بزرگسالان، بعدش کلی روزو تایم دارم میتونم خوب درس بخونم. رفتم به بابام گفتم به خدا 99.9% پدرها قبول نمیکنن بچه‌شون مدرسه نره. من بابام گفت به نظرت واقعا اینی که داری میگی میشه انجام داد؟ درسته، کار درستی، مسئولیتش با خودت، میپذیری؟ ببین این ساپورت. گفتم آره بابا. گفت باشه. فرداش من برم مدرسه بزرگسالان ثبت نام کرد و اگه بابام این کارو، بابا دوست بهت عشق دل من، اگه بابام این کارو نمیکرد به خدا امیرحسین پزشکی قبول نمیشد. مدرسه نرفتم، منو مدرسه بزرگسالان ثبت نام کرد. ساعت 3 صبح مهدی پا میشدم از خواب تا ساعت 12 درس میخوندم. بقیه از مدرسه اومده بودن، من 8 ساعت درس خونده بودم، 8 ساعت جلوتر بودم از اونها. خب تازه با کیفیت دوباره یه غذا میخوردم، درس می‌خوندم. من 10 شب میخوابیدم تا 3 صبح. به این میگن ساپورت خانواده. ساپورت خانواده حتما مالی که نباید باشه، ذهنی. آره من به مامانم میگم مامان میخوام این کارو انجام بدم. خب مامانم میگه آقا به نظر درسته، با هم یکم حرف میزنه، بعد ساپورت هم میکنه، میگه تو میگه تو ساپورت کامل منو داری امیرحسین، برو جلو کارتو بکن. ببین من کارهای زیادی کردم قبل از اینکه بیام اینستا. خب موقعی که دانشجو بودم آقا آدم دوست داره پول داره، گفتی پولو میشه. من خیلی کارا کردم و شکست خوردم. توی همین اینستاگرام باز یه سری کارا کردم، شکست خوردم. تو شکست نخوری که راهتو پیدا نمی‌کنی. میگم طرف میگه تو ذهنش فقط میچینه اینو برم، بعد اینجوری این نشد، اینم نمیشه، پس بشینم تو. بابا برو، یا میشه یا نمیشه، بعد برو بعدی. ببین چه میگم، راهتو پیدا می‌کنی. اسم و سنتون رو محبت می‌کنی؟ حسن هستم، 28 سالم. شغل و تحصیلاتتون؟ شغلمون آزاد، تحصیلاتمون هم دیپلمه فکر کنم اگه گرفته باشه. راضی هستین از زندگیتون؟ خدا رو شکر، آره راضی. پیشنهادتون به جوونی که میخواد الان از صفر شروع بکنه چیه؟ بره وارد بازار کار بشه، بیاد درس بخونه؟ همزمان نمیشه هم اشغال کنی هم کار کنی. به نظر من باید یه 3-4 سال 5 سال قید همه اشغال و دختر و مختر رو بزنه، بعدا که پول اومد خودش میاد اون بقیه داستانش. چیکار کنه از صفر؟ یعنی بره وارد بازار کار بشه؟ 100% وارد بازار شه. این مملکت خدا رو شکر شغل آزادش معرکه است. درس نخونه. به نظر من درسو نیستم اصلا. ولی خب تو اون کاری که وارد میشن باید علم اون کارو داشته باشن دیگه. حالا سوای تحصیلات آکادمیک مثلا دانشگاه به نسبت اون شغلی که وارد میشن باید یه چیزی بدونن راجع به اون شغل که بخوام واردش بشن. 100% هم همینه. اول قبلش باید بیفتن تو مسیرش پیدا کنن، بعد بقیه میزاد. پشتوانه داشتین شما خودتون؟ من منفی 6 شروع کردم، نه از 0. واقعا میگم. خب اون نقطه عطفی که یعنی اون چیزی که باعث شد یهو ورق برگرده مثلا شما به اینجا برسید، اون چی بوده؟ اون چه اتفاقی بود؟ حاجی خداست، باید تاست پیش خدا بشینه. شانس آوردی؟ نه اصلا باید تاست بشینه، حال کنه بهت میده، حالم نکنه تو اصلا بگو دنیا جمشه بخواد پولدارت کنه، حال نکنه پولدارت نمیکنه، برعکسش هم هست. فقط باید حال کنه. یعنی واسهتون خدا خواست و یهو ورق برگرده. اصلا تا خدا نخواد هیچ جوره ورق بر نمیگرده. درآمد ماهیانتون هم میتونید لطف کنی؟ 1 تومن مثلا. حدودی. نمیتونی اصلا بگین شغلتون چیه؟ من آزادم، ترخیصکارم. این کارهای مثلا ترخیصکاری، واردات، صادرات و اینا نیاز به آشنابازی و پارتی و این چیزا داره؟ چون خیلی‌ها میگن اصلا کسی نمیتونه اصلا بره وارد این حوزه بشه. نه اصلا نیازی نداره. همین کشورهای عربی که داری میبینی اندازه یه منطقه بیشتر نیستن، اینا همه چی لازم دارن. چی بهت بگم، گردویی که مثلا درجه 10 هم باشه اونا میخرن ازت. میتونن تولید کنن الان صادر کنن؟ بله صادرات خدا رو شکر مملکت یه جوریه که صادراتش عالیه. خب الان به نظرتون برای صادرات چیا خوبه؟ یعنی برن سمت شغلایی در آینده شاید بتونه پول ساز باشه براش. چرا خاموشه نمیگم. نمیشه بگین اصلا. نه نمیشه، بذار خودشون پیداش میکنن. مثلا کود شیمیایی صادراتش خوبه. بله. کلام آخر به جوونی که داره ویدیو شما رو میبینه دنبال پیشرفت اگه بخوایم بگین چی؟ تو مسیری که هیچ کی خدا رو یادش نیست، هیچ وقت خدا یادشون نره. همیشه به یاد خدا باشه.